توی این ویدیو من و مهدی خودمون رو به چالش کشیدیم که آیا میتونیم تکنیک های فوتبالی که لئو سعید میگه رو یاد بگیریم و توی آخر ویدیو که فوتبال وان وی وان بازی میکنیم ازشون استفاده کنیم یا نه. ببینین دیدیم 100% جوابه. لی میزنی یه بدن یه فریدی میزنم حالا زیر تو. چیکار کرد الان یادمون؟ ببین میگه که لی میزنی یه بدن برمیگردی میزنی زیر تو. بعد رسید به من الان که لی میزنی یعنی لاس میزنی با توپ. این تا قسمت لیو خیلی خوب یاد گرفتم باور کن. لئو سعید کجاست؟ من میخوام خیلی واضحه چرا انقدر خنگی؟ IQ اگه منفی بود مهدی تو طرف اومده شما اینجوری لی میزنی خب یه پا رو میندازین جلو بله بعدن میذاریم برمیگردیم میکشین زیرش از روش خیلی کار راحتی بود. تو اسکلی بعدن حالا سری برو. یادم رفت. اگه میشه اصلا چیکار؟ رونالدو مگه لئو سعید